همونطور که اگه مادری پروسه بارداریش به اصطلاح بارداری پرخطر، مبتلا به دیابت فشار خونه، چطوری این حرکات جنین درش متفاوته یا اصلا نوع پایشش متفاوته؟ چطوری داستانش تو بارداری پرخطر؟ بارداری پرخطر ما اصلا کلا میگیم مثلا حدودا از هفته 28 به بعد خیلی به مادر تاکید میکنیم که شما هر روز مراقب حرکت‌های جنین باشید و همون شکلی که گفتم باید شمارش کنه. حالا یه جایی هست اصلا دیگه بهش تکلیف میکنیم که شما هر روز مراقب این حرکت‌ها باش و بیماری‌هایی مثل همین فشار خون یا دیابت به خصوص مادرانی که از قبل بارداری دچار دیابت هستن یه مسئله‌ای دارن. اینا آخرای بارداری که میشه حدود هولوش 35 هفته و اینا خیلی خیلی مستعد این هستن که دچار خدای نکرده مرگ داخل رحمی بشن. خیلی باید مراقب حرکت جنین تو اون هولوشا باشن، مراقب کنترل دیابتشون باشن و بهشون میگیم حرکت جنین رو کنترل کن. اگه احساس کردی کاهش داری سریع مراجعه کن و در دو حالت بیشتر حواست به کنترل حرکت جنین باشه. مادر دیابتی منظورمه. یکی اون وقتی که قندت خوب کنترل نمیشه و هولوش 35 هفته هستی، یکی اون وقتی هولوش 35-36 هفته که یک مرتبه با همون رژیم غذایی قبلیت نیازت به انسولین کم شده. این خبر خوب نیست، همیشه نشون میده گاهی وقتا که جفت داره خوب کار نمیکنه. اینجا باید که حواسمون به حرکت جنین باشه. کوچکترین کاهش حرکت سریع باید مراجعه بشه.